масъалаи збор ҳама вақт ҷанҷолӣ ай дар байни блогерои мо. ҳар касе ки збор мекушояд ва барои ниёзмандо пул ҷамъ мекунад, албатта мавриди таъни мардум қарор мегирад ки уро мардум ба ҳаромхӯрӣ, ба фиребгарӣ таън мерасонанд. این برادر نوشته است که 40 بار شد می‌نویسم جواب نمی‌دی، التماس یک نواری کنه برای او کسایی که پول زبار می‌خرن، از پول زبار مثلا حرام می‌خرن. خلاص همین خیلی سوال نوشته است. بسم الله و الحمد لله و صلات و سلام علی رسول الله. اما بعد برادران و خواهران عزیز، ما در این مسئله البته یک نواری گذاشته بودیم و طبق فقه مذهب حنفی برای همین خیراتی که جمع میشه و فوندهای خیریه، کسایی که زبار میکشویند، یک نواری گذاشته بودیم. کسایی که تماشا نکرده باشند خواهش میکنم این نوار را تا آخر تماشا کنن. من سیلکش در اولین کامنتر میگذارم، با دقت تماشا کنه. ان شاء الله در مسئله زبار کیها حق دارند که از پول زبار برای همچون مزد کاری خودشون بگیرن و کیها اصلا حق ندارند. در این نوار ما با پررگی طبق فقه مذهب حنفی بیان کردگیم. خواهش میکنم همین نوار را کسایی که تماشا نکرده باشند و چی سوالهایی داشته باشند در همین موضوع میتونن که در این نوار همون جواب سوال خودشون بگیرن. و دیگر این که از شما برادرها و خواهرای عزیز مؤدبانه درخواست میکنم که نسبت او کسایی که زبار میکشویند بدگمانی نکنید. او کسایی که زبار میکشویند اگر از پول زبار حرام خوردن در پیشگاه الله خودشون جواب میگن. ولی وقتی شما اینقدر اعتراض ها میکنه، اعتراض ها کردن که میگیره، مردم دیگه نسبت همون کسایی که زبار میکشویند بدگمان میشوند و کسی دیگه وقتی که واقعا یک کسی نیازمند باشه دیگه پول نمیپرتویند. برای او نیازمندهای واقعی دیگه پول جمع نمیشوه. و همین خاطر من خواهش میکنم که نسبت او کسایی که زبار میکشویند بدگمانی نکنید. اگر او کسی که مثلا زبار میکشه و حرام میخوره در پیشگاه الله خودش جوابش میده، ولی نتیجه این کار شما چی میشوه؟ نتیجهش همین میشوه که دیگه بیماری که باید که ما او را مثلا پول جمع کنیم و او را دستگیری بکنیم، دیگه او در همون بالیچه میمره و کسی دستی کمک دراز نمیکنه. مرده باید که به تاجیکستان روی کرده شوه، یک کسی یافت نمیشوه که پول پرتویه و همون مرده را به تاجیکستان روی بکنن. خلاصه من خواهش میکنم که نسبت همین بلاگرها، نسبت کسایی که واقعا با اخلاص مثلا به خاطر همون نیازمندا پول جمع میکنن، زبار میکشن، بدگمانی نکنید. این نتیجه خوب نداره. و از او کسایی که زبار میکشویند من خواهش میکنم که همون نیازمندها را خوب تحقیق کنن که واقعا اونها نیازمند هستن یا نه. چون که امروزها دیگه شیادها و فریبگرها هم یافت میشوند که در لباس نیازمند در آمده مثلا کمک میخواهند. به همین خاطر برادرها و خواهرای عزیز هر کاری که میکنیم به خاطر الله باید بکنیم. او کسایی که به همین بلاگرها، به همون کسایی که زبار میکشویند پول میپرتویند، به خاطر الله پرتویند. وقتی که به خاطر الله که پرتافتی البته اجر و پاداش خودت میگیری. تو پروا نکن. اگر او بلاگری که حرام خورد، فریبگری کرده حرام خورد، او جوابش خودش میدیه. ولی خودت وقتی که به خاطر الله پول پرتافتی با او اجر و پاداش میرسی. خداوند اجر و پاداش ایت را میتیه. تو پروا نکن برادر عزیز. به همین خاطر من خواهش میکنم که همون نوارا با دقت تماشا بکنید. ان شاء الله که اون سوال هایی که در ذهنتون میگذره ان شاء الله که جوابش در اون نوار شما میبینید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.